دلم واسه درک زده بود. شهاب یادت گفتی نریم؟ گفتی دلت شور میزنه؟ من نشیدم. الو اما حسن خوش قهوه خونه. با شهابم تنها نیستم که. چشم کار آخر از این الان میام پیشت. چشم خدا روشن کن بریم. دلو چی روشن کن بریم با شهابم؟ چرا داداشت یه سوال نمیپرسی؟ نه اونو نه یار شهاب دیگه. بریم کار آخر جونه داداش کار آخره که هر روز شده کارمون. داداش خمه بگی دستت بدو دنبال این بدو دنبال اون فلان. چه تا چی شد داداش؟ دو تا حلش میکنم. همش دنبال داستان. خسته شدم از این طرز زندگی. چی شد تاش؟ جون شهاب با 2 تا حلش میکنم. کار آخر این محل میریم. این سگدونی میریم. برو داداش به من اعتماد کن. آقا من که همیشه پشتم. من که همیشه تو همه جا باهات هستم داداش. ولی میگم از من یه سوال بپرس. امروز اصلا دلم نبود. اصلا حس سوالش آقا با من بریم داداش. نوکرتم هستم. بریم داداش. من تو تهش باهات هستم. یاران نه همه جا باهات هستم. این سوال بپرس دیگه داداش. من اصلا ای بابا. اما اصلا خیلی مخلص. شکرم قربونت برم. خوبی؟ شکر اینجا این پسر از کلا سرش سوار آیما شد. اینه بره. این تابلو نگاش نکن یارو میفهمه دیگه از کی تابلو. 30 ثانیه نداد بزن. خوبی عمو جون؟ فرمایه چه که بی محل میکشی راست هم میری دیگه. اینجا دیگه بعد تونشو بدی. باشه بابا. من اومدم اینجا یا پولتو ببرم یا خودتو ببرم. کدومشو دوست داری؟ میخوای بگم بچه‌ها بخورنه؟ بچه‌ها بخورنم بابا. بدو ببینم. برو بابا ولم کن برم. گرفتی بابا بدو ببینم. بچه بیا بچه‌ها بینمون این چیز تو همون برم کوا. شاید هم نخواستم بشنوم. هم خواستم اون پول لعنتی رو از اما بگیریم که نفس راحت بکشیم. شهاب داداش یه خسته شدم انقدر لباس سیاه تنم بود. 2 ساله نمیتونم لباس حد تنم در بیارم. خب میام پیشت. زندگی من تو رفاقت خلاصه است. از وقتی تو رفتی دیگه من پوچم دیگه هیچی ندارم. خیلی دلم گرفته از خیلیا. نمونده از جوانیام نشونی. پیر شدم پیر تو ای جوانی. پیر شدم
پیر تو ای جوان